салом шунавандагони азиз, рӯзро бароятон бахар мегӯем ва охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир дар барномаи итилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. имрӯз душанбе 15 июни 2020 сол аст. хабарҳои рӯзро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон имрӯз дар ҳайати раҳбарӣ кунандаи вазорати корҳои дохилӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тағйиротҳои кадрӣ ба амал оварданд. ҳамин тариқ бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Умарзода Саида аз вазифаи муовини аввал, Ҳодиназода Азиз ва Мирҳомуддин Камолзода аз вазифаи муовинони вазири тандурустӣ барканор шуда, ба вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ Самариддин Азиззода ва Зульфия Абдусамадзода таyin гардиданд. ҳамчунон бо қарори дигари ҳукумат Саиднақш Раҳмонзода муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон таyin карда шуд. дар идомаи тағйиротҳои кадрӣ бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Супиддин Шамсиддинзода муовини якуми раис ва Рустамзода Дилафрӯз муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таyin карда шуданд. Маҳмад Шариф Бобошоҳзода ва Сайрам Бақозода бошанд аз вазифаи муовини аввал ва муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шуданд. طبق ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره میلیسیا در موافقه با پرزیدنت جمهوری سرداران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در ناحیه‌های درواز، ونج و روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه شهرستان و شهر خوجند ولایت سوغد و ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان نیز عوض کرده شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در جریان ملاقات با کادرهای و وظیفه‌های نو تعیین شده دستور داده است که صافتلانه و با اراده قوی به منفعت ملت و دولت خدمت کنند. در ارتباط با اوضاع جامعه جهانی ما باید هوشیار و زیرک باشیم، منفعت‌های ملی را حمایت نماییم، با مراجعت‌های شهروندان سریع وقت چاره‌جویی نموده امنیت و ثبات را در مملکت تامین نموده اجرای نقشه و برنامه‌های قبول نموده حکومت جمهوری را سریع وقت و صفتناک تامین نماییم. ابراز داشتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در انجام ملاقات. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید و خبرها را در تاجیکستان ادامه میدهیم. امروز 15 ایون سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری هندوستان در جمهوری تاجیکستان جناب ویراج سینگ یک کمک نوبتی طبی هندوستان را به اگنتی ذخیره‌های ماده دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپارید. از 1 می سال 2020 حکومت هندوستان و جمهوری تاجیکستان تقریباً 14 تن لوازمات طبی از جمله داروها و دیگر تجهیزات طبی را که مخصوص برای مبارزه با پاندمی از کرونا ویروس استفاده می‌شوند ارسال نموده است. خبر می‌دهد سفارت هندوستان در تاجیکستان. در خبر سفارت هندوستان مواد داروباری یک قسم غمخوری و همکاری‌های دوستانه هندوستان با مردم دوست و حکومت تاجیکستان مانع‌داد می‌گردد. اینچنین همکاری‌های طبی هندوستان و تاجیکستان در جریان گفتگوی تلفنی میان وزیر کارهای خارجه هندوستان دکتر جایشانکر و سیراج‌الدین محی‌الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز محاکمه شدند. طبعا گفته می شود از 27 می تا 14 ایون سال جاری در موافقه با مقامات هندوستان و تاجیکستان 8 پرواز مخصوص بین این دو کشور اجرا کرده شده است که 2 پرواز آن توسط شرکت هواپیمایی هندوستان ایر ایندیا و 6 پرواز دیگر از جانب شرکت هواپیمایی تاجیکستان سومون ایر از دوشنبه به شهرهای گوناگون هندوستان انجام شده است. در این پروازها 1312 شهروند هندوستان انتقال یافته، 65 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان باشند و وطن برگردانیده شدند. از تاجیکستان به فرانسه می رویم و خبرهای روز را مستقیما ادامه میدیم. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون اولین غلبه بر ویروس را استقبال کرده بحران اقتصادی و سانیتری و عمل آمده را یک درس برای من بعد عنوان کرد. در یک پیام تلویزیونی 20 دقیقه‌ای از قصر الیسه ایمانوئل ماکرون
با فرانسوی‌ها اعلان کرد که تمام قلمرو سرزمین فرانسه حالا در منطقه سبز قرار دارد. امروز مرزهای فرانسه با کشورهای همسایه اتحادیه اروپا گشوده شدند. با دیگر کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا که توانستند اپیدمی را تحت نظارت گیرند، سرحدهای فرانسه از 1 ایول سال جاری گشوده خواهند شد. با وجود این، سیاحان اسپانیا و بریتانیای کبیر باید طبق سازشنامه‌های دوجانبه بین فرانسه و لندن و مادرید درباره استفاده متقابل چهره‌های محدود کننده طول 14 روز خود را در قرنطینه نگاه دارند. اولین حالت سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 در فرانسه 24 ینور سال 2020 در شهر بوردو ثبت کرده شد. اینچنین متخصصان این را اولین سرایت ویروس کووید 19 در اروپا نیز مینامند. یک شهروند 48 ساله فرانسه وقتی از چین برمیگردد الکی در خود سرایت کرونا ویروس را داشته است. در حال حاضر فرانسه از روی شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس نوع کووید 19 در جهان در جای 13 قرار دارد. خبرهای روز را ادامه میدیم و از فرانسه به تاجیکستان برمیگردیم. سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان به همه عائله‌های از سیل ضرر دیده ناحیه خراسان ولایت ختلان کمک رساند. خبر میدهد کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمک به اهالی ضرر دیده ناحیه خراسان ولایت ختلان در شکل 67 تن سمنت که برای ساختمان بناهای نوی استقامتی پیش بینی شده است در بر میگیرد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عمران حیدر اینچنین معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پلکونیک محمد جان سلیم زاده شخصاً به نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت ختلان یاری بشردوستانه جانبی پاکستان را سپردند. تجهیزات مخصوص و مواد مسائل ساختمانی به منطقه ضرر دیده رسانیده شده الکی در جایهای از جهت آفت‌های طبیعی به خوف بنیاد منزل‌های ساکنان ضرر دیده آغاز گردیدند. باید قید کرد که جریان بنیاد بناهای نوی استقامتی در ناحیه خراسان ولایت ختلان را حکومت جمهوری تاجیکستان به ذمه خود گرفته است. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در ولایت ختلان خبر داده بودند که در قلمرو نوی که به ساکنان قطعه‌های زمین نزد حولگی تقسیم شده است، کارهای ساختمانی شب و روز ادامه دارند تا پیش از فرارسی هوای سرد ساکنان با منزل‌های زمانوی تامین کرده شوند. و در آخر نشر خبری نظر نیز به ازبکستان همسایه میکنیم. چهره‌های کرانتینی را در ازبکستان تا 1 آگوست سال روان تمدید کردند. کمیسیه مخصوص جمهوری اوید به مبارزه با سرایت کرونا ویروس در این زمینه قرار مخصوص قبول کرد. مینویسد آژانس فرغانه. جریان تقسیمات شهرها و ناحیه‌ها از روی درجه خطر اپیدمیولوژی با رنگ‌های سبز، زرد و سرخ ادامه داشته، نظارت سانیتری و گیگینی، پوشیدن حتمی نقاب طبی در جایهای جمعیتی و مسافه اجتماعی تا حال از چهره‌های قطعی جاری شده در ازبکستان باقی می‌ماند. کارخانه‌ها و تشکیلات‌هایی که فعالیت خود را برقرار کرده‌اند در صورت آشکار کردن سرایت کرونا ویروس در بین کارمندان، خراجات نگهداری آنها را در قرنطینه پرداخت می‌کنند. همزمان از 15 ایون مؤسسه‌های تا مکتبی که در منطقه‌های سبز و زرد جایگیرند گشوده می‌شوند. مسئولیت برای رعایت محدودیت‌های قرنطینه بر ذمه ماموریت کودکستان‌ها، والدین و پرستاران گذاشته می‌شود. از هفته آینده پیوست راه آهن در منطقه‌های ازبکستان که به منطقه‌های زرد و سبز وابسته‌اند دوباره برقرار می‌شود. از جمله مقامات به حرکت قطارهای بلندسرعت افراسیاب به سمت تاشکند، سمرقند، تاشکند اجازت خواهند داد. همچنین از 15 ایون خدمات هوایی به کشورهایی که وضع سانیتری و اپیدمیولوژی معتدل دارند دوباره برقرار کرده می شود. به کشورهای سبز ژاپن، کره جنوبی، جمهوری مردمی چین و دولت اسرائیل داخل می شوند و آنهایی که از این کشورها برمیگردند تحت قرنطینه فرا گرفته نمی شوند. از حدود خریطه زرد که در آن دولت‌های مالزی، تایلند، سنگاپور و کشورهای عضو اتحادیه اروپا داخل می‌شوند، نفر به ازبکستان برمیگردد باید در طول 2 هفته تحت قرنطینه خانگی باقی ماند. توسط سرحد ازبکستان به نمایندگان کورپوس دیپلماتی مسافران مسیر ترانزیتی شخصانی برای طبابت سفر می‌کرده تحصیل یا رفتن برای کار جزئی عبور داده می‌شود.
پروازهای صادراتی چارتری برای برگردانیدن شهروندان ازبکستان از خارج طبق جدول پیش تصدیق شده جریان می‌گیرد. طول بیش از 10 دقیقه شنوندگان عزیز، شما مهمترین تفصیلات آخر تاجیکستان و جهان را شنیدید. سلامت باشید.